من امشب اومدم این ماجرای وحشتناکی که برای من اتفاق افتاده براتون تعریف کنم، چون که دوست ندارم این ماجرا هم برای شما اتفاق بیفته. یک لحظه ببینم کی داره زنگ میزنه. الو عادل. سلام منصور، حالت خوب شد؟ این 2 روز نخوابیدم داداش، حالم خوب نیست. منصور مگه قرصاتو نخوردی؟ فایده نداره، احساس میکنم هنوز پیشمن. استغفرالله. داداش من الان میام پیشت، با هم بریم بیرون. کجا بریم داداش؟ دکتر گفت تا ساعت 10 باید خواب باشی. نمیدونم چی کار کنم. منصور حالت خوبه؟ الان ساعت 7 صبح. من فکر کردم الان ساعت 12 شبه. خدا گیج شدم. نترس داداش، من الان میام سمتت، با هم بریم بیرون. این دوستم عادل، از بچگی با هم رفیقیم، ولی الان بذارید داستانو براتون تعریف کنم. من تهران زندگی میکنم و بعد از خدمت سربازی رفتم استان خوزستان، شهر اهواز. اونجا دانشگاه قبول شدم و یه پرایدم زیر پام بود، ولی من دائم پدر مادرم رو اذیت میکردم و دائم ازشون پول میخواستم، تا اینکه به خودم اومدم گفتم مگه من ماشین زیر پام نیست؟ بذار خودم خرج خودم رو در بیارم. همین عادلی که داشتم باش صحبت میکردم شهر اهواز اسنپ کار میکنه. بهم گفت درآمدش خوبه. لااقل منم که پدرم بازنشسته تامین اجتماعی اینقدر بهش فشار نیارم. این ماجرایی که برای من اتفاق افتاد زندگیمو داغون کرد. تقریبا 1 هفته میشد که با اسنپ کار میکردم، ولی حالم از این کار به هم خورد، چون که هرچی در می آوردم 25% رو به اسنپ میدادم، تا اینکه اون روزشون فرا رسید. شب جمعه ساعت 12 شب داشتم برمیگشتم خونه. تو مسیر یه دختری که تقریبا 25 سال سن داشت برای ماشینا دست تکون میداد. کنارش ایستادم و بهش گفتم ببخشید ماشین خواستین؟ اون هم بهم گفت میخواد یه روستایی بره که تقریبا 20 کیلومتر از شهر دور بود. منم به خاطر کرایه خوبی که بهم پیشنهاد داد قبول کردم. اصلا حواسم به ساعت نبود. سوار ماشینم شد. اصلا حرفی هم نمیزد. صورت اون دختر خیلی معصوم بود. از آینه نگاش میکردم و دیدم داشت گریه میکرد. با خودم گفتم نکنه این دختر روستا اومده اینجا خدایی نکرده یکی بلایی سرش آورده باشه. اون دختر خیلی جذاب و خوشگل بود. از شما پنهون نباشه، همون نگاه اول عاشقش شدم، به خصوص وقتی داشت گریه میکرد. دلم براش سوخت. سر صحبت رو باش باز کردم و گفتم ببخشید فضولی میکنم، اتفاقی افتاده؟ اونم بهم گفت نه آقا، فقط منو زودتر برسونید، حالم خوب نیست. منم ازم کنار یک کافه پارک کردم و بهش گفتم نسکافه میخورید یا قهوه؟ اون گفت نه من چیزی نمیخوام. من بهش گفتم دارین به من دست رد میدین. بعد از کلی تعارف گفت من فقط آب میخوام. بهش گفتم اینجوری خوب نیست، بیرون کافه صندلی هست، اونجا بشینیم بهتره. نزدیک نیم ساعت بیرون کافه نشستیم و این دختر انقدر نجیب بود که حتی سرشم بالا نمی آورد. تا اینکه سوار ماشین شدیم و حرکت کردیم. تو مسیر انقدر نگاش میکردم حتی 1-2 بار نزدیک بود راهو گم کنم. بهش گفتم ببخشید فضولی میکنم، من اینجا دانشگاه درس میخونم و تنها زندگی میکنم. بهم گفت ببخشید آقا، منظورتون چیه؟ بهش گفتم نه منظوری ندارم. خواستم ببخشید فکر کنم رسیدیم. بهم گفت 100 متر جلوتر بپیچید سمت راست. وقتی رسیدیم بهش گفتم ببخشید نمیخوام حرفی بزنم که خدایی نکرده ناراحت بشید. بهم گفت ببخشید آقا، چیزی لازم دارین؟ بهش گفتم نه، فقط خواستم با شما آشنا بشم. بهم گفت ببخشید آقا منظورتون چیه؟ بهش گفتم نه منظور بدی نداشتم، من نیتم خیره، قصد من دوستی و اینجور چیزا نیست. بهم گفت ببین آقا، من حوصله این مسخره بازی ها رو ندارم. شما هم خواستین برگردین حواستون باشه مستقیم نرید، همین راهو برگردید، این هم کرایتون. بهش گفتم من کرایه نخواستم، واقعا قصد من دوستی و اینجور چیزا نیست، اگه اجازه بدیم با پدر مادرم بیام خواستگاری. اون بهم گفت من پدر مادرم فوت کردن، الانم دارم با مادر بزرگم زندگی میکنم. گفتم خدا رحمتشون کنه.
بهم گفت تو رو خدا دست از سرم بردارید. اینم کرایتون. بهش گفتم به خدا قسم 1 ریال هم ازتون نمیگیرم. بهم گفت حالا که به من لطف کردین نصیحتتون میکنم که از همین راه برگردین. بهش گفتم یعنی چی؟ مگه اونجا چه خبره؟ بهم گفت شما به من خوبی کردین. منم میخوام به شما خوبی کنم. از همین مسیری که اومدین برگردین. خدا نگهدار. ای منصور، حول بازی در آوردی. باید یه بهونه می آوردم که شمارشو بگیرم. لااقل میتونستم قانعش کنم. تا اینکه به خودم اومدم اصلا ندیدم این دختر کجا رفت. چی فکر میکردم و چی شد؟ الان چی کار کنم؟ در همسایه ها رو بزنم بگم این دختر خوشگله کجاست؟ لابد قسمت نبود. حرکت کردم و چیزی که اون دختره بهم گفت کلا یادم رفت. بهم گفت باید از همین مسیری که اومدم برگردم. وقتی رسیدم به انتهای خیابون با یک چیز عجیبی مواجه شدم. انتهای خیابون یه دیوار بود. از هر جایی میرفتم کل خیابونا بن‌بست بودن. تا اینکه یه پیرمردی رو پیدا کردم که قدش کوتاه بود. بهش گفتم سلام حاجی. علیک سلام. چی میخوای؟ عجب روستایی اینجا. از هر جا میرم خیابوناش بن‌بسته. کدوم احمقی نقشه این روستا رو کشیده؟ این به تو مربوط نمیشه منصور. زود از اینجا گورتو گم کن. وقتی اسممو گفت نزدیک بود اونجا خودمو خیس کنم. منم سریع حرکت کردم و از روستا اومدم بیرون. وقتی به شهر رسیدم اونجا یه خورده آروم گرفتم. کنار جاده یه آقایی دیدم که داشت برای ماشینا دست تکون میداد. با خودم گفتم حالا که این راه اومدم کرایه هم نگرفتم بذار این آقا رو سوار کنم. شیشه ماشین آوردم پایین و بهش گفتم کجا میخواید برید؟ گفتش میخوام برم فرودگاه. گفتم سوار بشید من میرسونمتون. گفتش سوار بشم؟ کجا سوار بشم؟ بهش گفتم کجا سوار بشید؟ روی سقف ماشین. مگه نمیخواید برید فرودگاه؟ اون گفت من وسایل زیادی دارم. تو هم مسافر سوار کردی. من گفتم مسافر؟ اینجا که کسی نیست. تا اینکه به عقب ماشین یه نگاه انداختم. دیدم همون دختره با همون پیرمرد با یه پیرزنی سوار ماشینم شده بودن. منم جوری داد زدم که اون مسافر وسایلشو گرفت و فرار کرد. از ماشینم پیاده شدم و داشتم داد میزدم. میگفتم بیاید پایین. شما چه جوری سوار ماشینم شدین؟ تا اینکه به خودم اومدم. دیدم کسی داخل ماشین نیست. از شانس بد من اون مرد هم فرار کرده بود. خواستم ازش سوال کنم آیا واقعا چیزی دیده یا خیال برم داشته. انقدر ترسیده بودم که حتی پاهام بی‌حس شده بودن. به زور خودم رو به خونه رسوندم. وقتی وارد خونه شدم داشتم دور و برم رو نگاه میکردم ولی کم کم آروم گرفتم. با خودم گفتم شاید به خاطر این که خسته بودم خیالاتی شدم. رفتم داخل حموم و دوشو باز کردم. یه حس آرامش خوبی بهم دست داد. سرمو با شامپو شستم. دوباره رفتم زیر دوش. تو این لحظه من چشامو بسته بودم. احساس کردم یکی از بغل بهم چسبید. ولی من نمیتونستم چشامو باز کنم. چشامو باز کردم و دیدم خبری نیست. گفتم این خیالات امشب دست بردار نیست. منم که خیالم راحت شد آبو بستم و داشتم با حول خودم خوش میکردم. همون لحظه یک صدای عجیبی شنیدم. انگار یکی از بیرون داشت در حموم میزد. منم با صدای بلند گفتم تو کی هستی؟ همون لحظه چراغ حموم خاموش شد. وقتی چراغ حموم خاموش شد سریع در رو باز کردم و رفتم بیرون. رفتم داخل حیاط. اصلا جرأت نداشتم بیام داخل خونه. کم کم جرأت پیدا کردم و رفتم داخل خونه. انقدر ترسیده بودم که حتی داخل کمدارم گشتم ولی هیچ خبری نبود. تا اینکه به آینه نگاه کردم و دیدم که همون پیرمرد پشت سرم وایساده بود. داشتم خواب می‌دیدم.
خدا رو شکر. من یادم قبلا یه مقاله‌ای خوندم میگفت آدم از هر چیزی بترسه همون بلا سرش میاد. دوباره روی تخت دراز کشیدم و انقدر خسته بودم در جا خوابیدم. ولی کل شب و کابوس میدیدم. خواب میدیدم همون پیرمرد و همون دختره تو صحرا دنبالم میدویدن. تا اینکه از خواب بیدار شدم و ساعت 4 صبح رفتم سمت مسجد. آخ، خدا منو ببخشه. 4 ساله که نمازو ترک کرده بودم. رفتم داخل مسجد و بعد نماز اومدم سمت امام جماعت. بهش سلام کردم و گفت سلام پسرم. گفتم قبول باشه حاج آقا. حقیقتش حاج آقا من اینجا درس میخونم و تقریبا 8 ماه داخل این محله زندگی میکنم. بهم گفت راحت باش پسرم. کمک لازم داری؟ بهش گفتم نه، کمک مالی نه، ولی من دیشب یه اتفاقی برام افتاد و خواستن کمکم کنید. تا اینکه کل داستانو براش تعریف کردم. داستان همون دختر و اون پیرمرد. حتی بهش گفتم دیدم که سوار ماشینم شده بودن. گفتم وقتی برگشتم خونه داخل حموم احساس کردم دارن اذیتم میکنن. گفت منظورت اینه که طلسم شدی؟ گفتم نمیدونم حاج آقا، من از دیشب تا الان حال خوبی ندارم. گفت ببین پسرم، من خیلی وقته که با این مسائل ارتباطی ندارم. بهم گفت من یه آدمی میشناسم که این کار است، کارش خیلی درسته، همین محله ماست. اگه رفتی پیشش بهش بگو حاج احمد منو فرستاده. تا اینکه آدرس رو ازش گرفتم و دستشو بوسیدم و از مسجد اومدم بیرون. تصور کنید بعد اون خوابی که دیدم اصلا جرئت نمی‌کردم برگردم خونه. با دوستم عادل تماس گرفتم و گفتم با یه کار واجبی دارم، همین الان بیا سمتم. تا اینکه عادل اومد و با هم رفتیم صبحونه خوردیم. اونجا داستانو براش تعریف کردم. عادل بهم گفت مطمئنم داری هزیون میگی. منصور نکنه اومدی اینجا دودی شدی، راستشو بگو. به عادل گفتم تو منو میشناسی داداش، من تا الان لب به سیگار نزدم. اصلا اون پیرمرد اسم منو از کجا میدونست؟ بعدشم با چشمای خودم دیدم سوار ماشین شدن. عادل بهم گفت نظر چیه منو تو الان بریم سمت اون روستا؟ بهش گفتم فکر میکنی دارن دروغ میگم؟ بذار هوا روشن بشه، اون وقت برات ثابت میکنم. تا اینکه صبح شد و من و عادل رفتیم سمت روستا. رسیدیم همون جایی که این دختر رو پیاده کردم. به عادل گفتم به انتهای خیابون نگاه کن. اون پیرمرد کنار همون دیوار بود. عادل هم که باورش نمیشد بهم گفت برو سمت دیوار ببینم چه خبره. تا اینکه رفتیم سمت دیوار، عادل گفت خب الان پیرمرده کجاست؟ بهش گفتم داری منو مسخره میکنی؟ من چه میدونم، شاید فقط شبا میاد بیرون. عادل گفت مگه جنه؟ گفتم شاید جن باشه، من نمیدونم. عادل گفت صبر کن منصور، بذار از این آقا سوال کنیم. یه آقای تقریبا 40 ساله. بهش گفتیم ببخشید شما اینجا یه پیرمردی دارین که قدش کوتاه باشه، ریشاشم بلند باشه؟ اون گفت نه ما همچین آدمی اینجا نداریم. بهش گفتم این دیوار که اینجا گذاشته؟ بهم گفت این که سوال نداره، این کار شهرداریه. بهش گفتم آخه وسط خیابون؟ بهم گفت خود طبیعیه، پشت این دیوار یک قبرستون قدیمی هست. بهش گفتم قبرستون؟ بهم گفت آره، مگه تعجب داره؟ بهم گفت بیاین داخل، بفرمایید داخل. منم حقیقتش میترسیدم ولی با اصرار عادل رفتیم داخل اون خونه. رفتیم طبقه بالا و اونجا کاملا معلوم بود که اینجا یک قبرستون قدیمیه. اون مرد بهمون گفت خیلی وقته که این مردم کسی رو اینجا دفن نمی کنن. این قبرایی که هم میبینید تقریبا برای 40-50 سال پیشه. وقتی برگشتیم عادل تو مسیر بهم گفت واقعا نمیدونم چی بگم. حتی اگه اونجا قبرستون باشه ربطی به این دختر و این پیرمرد نداره. بهش گفتم نمیدونم عادل، فقط منو ببر دکتر، احساس میکنم دارم دیوونه میشم. عادلم گفت باشه، یه دکتری میشناسم که کارش خیلی درسته. وقتی رفتیم دکتر یه چند تا بسته قرص بهم داد. فکر میکرد که من توهمی شدم. وقتی اون قرصا رو خوردم حالم بدتر شد. اصلا نمیتونستم بخوابم.
همش خواب این دختره رو میدیدم. وقتی به عادل گفتم نمیتونم بخوابم، سریع اومد سراغم. تا اینکه منو دید گفت پسر چی کار با خودت کردی؟ چرا چشات قرمز شده؟ بهش گفتم نمیدونم داداش، احساس میکنم دارم میمیرم. بهش گفتم عادل، راستی من یادم رفت بهت بگم، وقتی اون روز رفتم مسجد این امام جماعت یه آدرسی بهم داد، گفت کارش خیلی درسته، تو رو خدا منو ببر دیگه صبرم تموم شد. وقتی رفتیم اونجا این دعانویس تا منو دید گفت واضحه که این دوستت حالش خیلی بده. عادل بهش گفت این دوستم چند روزه که خواب نداره. دعانویس گفت مشکلی نیست، الان امتحانش میکنم. وقتی اون دعانویس بالا سرم داشت قرآن میخوند، من همونجا این پیرمرد و این دختر رو جلو چشام دیدم. بهش گفتم شیخ اینا همین جان. منم داشتم داد میزدم. شیخ داشت میگفت حرف بزن رائد، حرف بزن وگرنه آتیشت میزنم. من گفتم این رائد کیه؟ اون شیخ گفت من میدونستم تو دست از سر این دختر بر نمیداری، زود باش حرف بزن. شناختمت رائد من میدونم تو این دختر رو دوست داری. چرا اومدی دنبال این پسر؟ تا اینکه یه صدایی از بالا سرم میومد که داشت میگفت 4 ساله هم تو خسته شدی هم من. این منصور مزاحم اون دختر شده، داشت بهش پیشنهاد ازدواج میداد. خودت هم میدونی تو هر کاری کردی نتونستی منو از این دختر جدا کنی. شیخ بهم گفت تو به این دختر پیشنهاد ازدواج دادی؟ من بهش گفتم آره، مگه کار اشتباهی کردم؟ بعدش هم همونجا بیهوش شدم. وقتی به هوش اومدم خودمو داخل همون اتاق شیخ دیدم، ولی کسی کنارم نبود. با صدای بلند داد میزدم و میگفتم عادل. دیدم در اتاق باز شد و عادل با همون شیخ اومدن داخل اتاق. شیخ اومد بهم گفت چه بلایی سر خودت آوردی؟ چرا به اون دختر پیشنهاد ازدواج دادی؟ این جن خبیث از بچگی عاشق این دختر بوده، خودت مقصر بودی. من گفتم مگه میشه همچین چیزی؟ اون شیخ بهم گفت بله ممکنه همچین چیزی، مقصر این داستان خودت بودی. آقا منصور مواظب باش دیگه مزاحم هیچ دختری نشی. منصور وقتی تو اون دختر رو سوار کردی این جن همراه شما بود، همه چی رو داشت گوش میداد، حتی اومده داخل خونت اذیتت کرده. من گفتم آره، شما از کجا میدونید؟ اون شیخ بهم گفت بهت میگم، اون همه چیزو برام تعریف کرده، ولی گفتنش اینجا اصلا به صلاحت نیست. حالا هم باید بری چون که من خیلی کار دارم. بعد از اون ماجرا من برگشتم تهران و همه چیز به حالت عادی برگشت. شما شنوندگان محترم حواستون باشه عاشق دختری نشید که توسط اجنه طلسم شده باشه. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله